فیروزه نیشابور از مس، آلومینیوم، آهن، فسفات، سولفات و آب تشکیل شده. چیزی که لازمه برای اینکه این فیروزه برسه حرارت و فشاره. گاهن که میان اینا رو استخراج میکنن به این فیروزه‌های سفید رنگ میرسن که این فیروزه هنوز نارسه و قرار 500 سال دیگه برسه. حالا فعلا برای اینکه بازدید کننده میان اینا رو به نمایش میذارن تا متوجهش بشن، اما این دیگه نمیرسه چون روش باز شده. فقط فیروزه‌ای به اون پختگی میرسه که داخل این سنگ ها باشه. اگه روش باز بشه و هوا بهش برسه دیگه اون فیروزه هیچ وقت فیروزه نمیشه و همین رنگ میمونه. دقت کردید که چی گفت دیگه؟ به جز اون عناصری که گفت نیاز هست، زمان و صبوری این سنگ رو تبدیل میکنه. این سنگ هایی که تاریخچه چند میلیون ساله دارن، اون زمانه این رو میرسونه به مرحله‌ای که جذاب میشه و اینجوری گوهر از دل زمین در میاد. من اینجا مثلا پیریتم میبینم و این رگه ها رو نمیدونم گرفتید بچه ها بستشو که این رگه های